گناه و عوارض گناه و اشیایی که از خود گناه بدتره و توبه و بهترین توبه گفتیم توبه نصوح هست و شروط بهترین توبه رو گفتیم. اما یکی از این شروط مونده که امروز بهش اشاره میکنیم و بعد میریم التائبون، بعدش العابدون. خب آیه از این قرار من میشمارم 9 تا صفت برای مؤمنین که اهل سعادت و اهل خوشبختی و بهشت هستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله. چند تا شد؟ 9 تا. اینا رو باید بشماریم. نتیجه چی میشه؟ و بشر المؤمنین، بشارت بده که اینها مؤمنن و اگر مؤمنن بشارت بده مؤمنین به سعادت و خوشبختی سرمدی و ابدی که بهشت فردوس خدا باشد و بالاتر از بهشت رضای خدا و دیدار خدا در بهشت. گفتیم که توبه نصوح 5 تا شرط داره، یادتون هست؟ این که توبه خالص برای خدا باشه، توبه ریا، توبه شهرت و توبه اجباری و اکراه نباشه. پی بردی به عوارض منفی گناه و رنج بردی از دوری از خداوند و رحم خدا، در نتیجه احساس نیاز کرد دلت و مشتاق شد و آتشت بالا رفت که بر بگردی به سوی ربت. پس باید بر این مبنا انسان توبه بکنه و احساس کردی که بدون توبه دیگه ادامه دادن زندگی برای تو مقدور نیست، یعنی دور از خدا بمونی. گفتی استغفر الله العظیم من کل ذنب عظیم و اتوب الیه. دوم این که توبه، این که ترک گناه بکنید. شاید یه نفر بگی من توبه کردم خدایا، ولی دوباره با اون گناه ارتباط داره. پس ترک گناه. چطوری ترک گناه بکنیم؟ اگر دوستانی هستن که تو رو به یاد گناه میندازن، باید ترک دوستان گناهکارت بکنی. اگر محلی هست که تو رو به یاد گناه میندازه، باید ترک اون محل بکنی. چون محاله تو بخوای توبه بکنید و ترک گناه نکنید، شرط دومش تحقق پیدا نکرده. توبه انسان میکنه که گناه نکنه. اگر قرار باشه انسان توبه بکنه بعد گناه بکنه، بعد با همون اماکن و دوستانی که اونو وادار میکردن به گناه دوباره ارتباط داشته باشه، تا آخر عمرش هم نمیتونه توبه بکنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل میکنه در احادیث، در گفتهاش، که شخصی در قوم بنی اسرائیل بود 99 نفر رو کشته بود. بعد رفت پیش یک شخصی گفت که من میخوام توبه بکنم. گفت چه کار کردی تو؟ گفت 99 نفر کشتم. گفت اصلا که توبت قبول نمیشه. گفت حالا که نمیشه، آب وقتی از سر گذشت، چه 1 متر باشه چه 100 متر باشه تو هم نباشید. اگه توبه من قبول نمیشه، چه 99 نفر بکشم چه 100 نفر تو هم نباشید. من دیروز از یکی از عزیزان شنیدم که گفت خدا ما رو نمیبخشه، ما خیلی گناه کردیم. میدونی معنی این چیه؟ این مقوله کفاره. هیچ موقع نگو که خدا منو نمیبخشه.
حتما تو خدا رو نشناختید. اگر گفتی خدا فلانی رو نمیبخشه، این دیگه از خدا منو نمیبخشه، خیلی خطرناکتره. چون خودتو متقی و خوب حساب میکنید، فلانی رو گناهکار، بعد دخالت تو رحم خدا هم میکنید. بعضی میگن خدا فلانی رو نمیبخشه. تو با چه مجوزی از طرف خدا داری صحبت میکنی؟ بعضی میگن فلانی بده، یعنی من خوبم؟ فلا تزکوا انفسکم. یکی از نمونه های خودستایی، نه اینکه انسان تعریف خودش بکنه، انسان بدگویی دیگران بکنه، یعنی خودستایی خودش داره میکنه. اگه فلانی بده، فلانی فلانه، فلانی فلانه، پس من خوبم دیگه. خدا میگه فلا تزکوا انفسکم، خودتون رو تزکیه نکنید، خدا میدونه، بهتر میدونه که خوبه چه بده. فقط همیشه تواضع داشته باشه. خدایا این اعمال ناچیز ما نمیتونه ما رو به بهشت ببره، خدایا ما اگر بهشت هم بخوای به ما بدید، بر مقتضای رحم خودت با عدالت ما برخورد نکن. خدایا اون قطره رحم تو، ما گناهان بیشمار رو، ما را در اون ذره رحم خودت و مغفرت خودت محو بگردان. این حرفا خیلی خطرناکه. نه درباره خودمون بزنین، نه درباره کسی بگیم که خدا نمیبخشدش. گفت تو هم نباشید. رفت پیش یک عالمی، آگاهی، متفکری، کسی که فهمش خوب بود، از صفات رب شناخت کامل داشت، میدونست که صفات رب چیه، رحمان، رحیم، کریم، ستاره. گفت که من 100 نفر رو کشتم، 100میش هم جریانش اینه. نظر شما چیه جناب شیخ که خدا توبه منو میپذیره، توبه‌ای برای من هست؟ گفت کی میتونه مانع تو و توبه تو باشه، مانع تو و رسیدن تو به ربت باشه؟ فقط یه شرط داره. شرطش اینه که اگر میخوای توبه خالصانه بکنید، باید از این روستایی که تو رو به یاد گناه میندازن و مردمش گناهکارن و تعاون و همکاری بر گناه میکنن، باید از اینجا هجرت بکنید. وگرنه توبه کردی موندی، به مرور زمان دوباره توبه شکنی میکنید. و طرف چون که صادق بود، واقعا میخواست جانانه توبه بکنه، کوله بارشو برداشت و راه افتاد. گفت برو فلانجا انسانهای خوبی هستن، با خدا هستن، خدا ترس هستن، برو همنشینی با اونها بکن، برو تو شهر اونها. اینم کوله بارشو برداشت و راه افتاد. وسط راه که رفت، اجلش رسید، ملک الموت آمد و قبض روحش کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند فرشته‌ای که خوبی ها رو مینوشت و فرشته هایی که سیئات رو مینوشت با هم بحثشون شد. گفت این از شهر بدا هجرت کرده به طرف خوبی ها و این مال منه، بهشتیه. اون یکی گفت نه، فاصلش به طرف شهر بدی ها و بدکاران نزدیکتر یک وجب یا یک گز یا یک ذراع، اون مال منه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند حالا یا به اون زمینی که به طرف اون طرف میرفت، به طرف خوبی ها، گفت بیا نزدیکتر، به اون گفت فاصله بگیر. بالاخره پیامبر نهایتا میفرمایند این آقا چون که دلش عوض شد و حرکت کرد و خودش هم چه حرکت کرد به طرف انسانهای خوب و سرزمین خوب، که توبهشو نگه بداره و توبهشو حفظ بکنه، خداوند گناه او رو آمرزید، حتی یک سجده هم برای خدا نکرد، این فرصت یک سجده نشد. انسان اگر که دلش واقعا عوض بشه، فرصت نکنه بعد از توبهش سجدی هم بکنه به رحمت خدا بره، خداوند او رو قبول میکنه. مهم که توبه ما خالصانه باشه و علامتی از خود نشون بدیم که ما توبه کردیم. و یکی از علامت ها این که رابطش با دوستانی که او رو به یاد معصیت خدا مینداختن قطع رابطه بکنه، یا با مکانی یا با عملی. مثلا کسی CD مبتذل گوش میده
میگی میخوام توبه بکنم. خب کافی نیست که بگه استغفر الله، باید اون سیدی ها رو تبدیل بکنه، خرد بکنه. پس یکی یا شرط دوم توبه نصوح این که ترک گناه بکنه و ترک گناه مقدور نیست مگر این که ترک اهل گناه و سرزمین گناه بکنه و برنامه گناه بکنه. شرط سوم این که تصمیم بگیره تحت هیچ شرایطی به اون گناه بر نگرده، ارادهشو تقویت بکنه. اراده چطور تقویت میشه؟ اراده به این که وقتی توبه کرد همنشینی با دوستان خوبی بکنه و بهشون بگه مواظب توبه من باشی، کمکم کنید. چطوری وقتی میخوای بلند بشی پات خواب افتاده، 1 ساعت 2 ساعت نشستی میخوای بلند بشی نمیتونه بلند بشید، اون بغل دستی میگه ببخشید زیر بغلم میگیری بلند بشم، کمکم میکنی بلند بشم. اونم دست دراز میکنه زیر بغلت میگیره بلندت میکنه. باید دوستان خوبی رو داشته باشید که همنشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. بهشون بگی من توبه کردم و خودم تنهایی نمیتونم، هم شما برام دعا بکنید و هم کمکم کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم زنی رد شد از کنارش، یه جوانی بود به اسم فضل ابن عباس، چشمش رفت دنبال زنن. پیامبر با سر انگشتش خیلی لطیف صورتشو برگردون، صورتشو برگردون، با سر انگشت صورتشو برگردون. متوجهش کرد که نگاه اول مال تو بود، نگاه ادامه نده که نکته های سیاه تو دلت زده بشه. ما کمک هم میکنیم. یا جوانی اگر دختر قشنگی دید، بچه نگاه کنید چه تیپیه، تشویق میکنیم دیگه، کمک همه میکنیم. بیا بریم. جوانی تعریف میکرد از داعی مشروب خارش، کسی که مدمن الخمر بود، تعریفش میکرد، به خوبی یادش میکرد. این صحبت قبل از انقلاب. داییش هم یک انسان عجیبی بود، یعنی ولی تو دام مشروبات الکلی واقع شده بود. سر این فلکی بلوکی که الان زیتونه، اون دست یک بار بود، قبل از انقلاب مشروب فروشی بود. میگه که من با دوستم رفتم تو این مشروب فروشی که مشروب بخوریم، تا وارد شدیم دیدم که داییم نشسته داره مشروب میخوره. به رفیقم گفتم داییم نشسته، داییش داره مشروب میخوره. داییش میگه خیلی داییم عاقل بود، گفت دایی جان بیا اینجا، بیا اینجا. میگه دست تو جیبش کرد، 20 تومن 10 تومن 50 تومن در آورد، گفت دایی جان این پولو بردار برو سبزی بخر که زندایی منتظره. این پولو بردار برو سبزی بخر ببر زندایی منتظره. میگه من فهمیدم که داره منو متوجه میکنه، به من میگه که شما دیگه حیفید، جوونید، حالا من توش افتادم، دارم دست و پا میزنم، نمیتونم در بیام، شما حیفید. میگه در صورتی که سبزی هم نیاز نداشت، فقط میخواست منو متوجه کنه. من دست رفیقم گرفتم، پولم گرفتم، بیرون اومدیم رفتیم سبزی خریدیم رفتیم خونه. علما میگن طوری رفتار بکن که انسانهای خوب بتونن نصیحتت بکنن. اگر اشتباه کردید تذکرت بدن تا رشد بکنید، تا اشتباهات برطرف بشه، تا به خوبی و خیرت افزوده بشه. بعضی انسانها طوری رفتار میکنن که اگر کسی خواد نصیحتشون بکنه میگه نه فلانی رو نصیحت نکنی.
خدا نکنه اون روزی بیاد که من گناهکار نیاز به نصیحت و تذکر داشته باشم، ولی اخلاقم طوری باشه که بین مردم مطرح باشم، معروف باشم که نصیحت قبول نمی کنم.